هر جا میزنیم فریاد از خوشی شادی تو دلمون. درود رفقا، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سفره رنگی سنجد و سبزی باز بیافته تو هم نگامون. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. امیدوارم سال جدید سالی پر از انرژی مثبت، آرامش و تغییرات بزرگ برای جامعه ایرانی باشه. یادمون باشه که میتونیم این تغییرات رو از خودمون شروع بکنیم. آمده نوروز در ایران زمین. رفقا، این افتخار رو دارم بهتون بگم که استودیو پیکسل پاد امسال کنار شما 20 ساله شد. سپاس قدردانی از شما، مجله روزی رو تأسیس کردیم به دور از هر گرایش سیاسی و جریانات اجتماعی و به زودی با پادکست های جنجالی مهمون خونه‌های شما هستیم. پس تا درود دیگر، بدرود. با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم، با اینا